31 اکتبر سال 2012 یه دختر 16 ساله به اسم سارا برای اولین بار از خانواده‌اش اجازه میگیره که بره به مهمونی هالووین دوستش. سارا اون شب یه لباس سفید که سر تا سر خون آلوده و یه چاقوی بزرگ پلاستیکی میگیره تو دستش و راهی مهمونی میشه. اما هیچ کس خبر نداشت که اون شب قرار لباس سارا واقعاً به خون آلوده بشه. آخر شب مهمونی تمام شد، اما اون شب سارا هیچ وقت به خونه برنگشت. همه فکر میکردن اینم یه شوخی دیگه است، تا اینکه چند روز بعد پلیسا جسدشو پیدا کردن. جسد سارا دقیقاً تو همون خونه‌ای که مهمونی برگزار شده بود و گوشه سالن پذیرایی همونجا پیدا شد، با همون لباس هالووین خونالود. وحشتناکترین قسمت ماجرا این بود که تمام آدمایی که تا صبح اونجا بودن قسمتی از دکور هالووین اون شب و اون مهمونیه. یه شوخی با مرگ خیلی واقعی و ترسناک تمام شد.